کادوهای لاکچری به بخشی از زندگی سلبریتی ها تبدیل شده. اما منم مثل شما کنجکاوم که بدونم بازیگرای ترکیه برای تولد، ازدواج و مناسبت‌های دیگه چی کادو میگیرن. خدایی باحال به نظر میاد. این ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کنید تا از دیدن هدایایی که اونا به هم میدن از تعجب شاخ درارین. عضویت در لنز یادتون نره. شماره 1 کیوانچ تاتلیتوق و باشاک دیزر. برای سالگرد ازدواجشون کیوانچ برای باشاک ماشین 900,000 لیری میگیره. باشاک هم برای کیوانچ ساعت 100,000 لیری. حالا از این لاکچری بازی‌ها که بگذریم، اما یکی از خاص‌ترین هدایای کیوانچ به باشاک که هم با ارزشه و هم رمانتیک، یه گردنبنده که کیوانچ سفارش شده تا اختصاصی برای باشاک ساخته بشه و روی اون به انگلیسی نوشته شده ما با هم قوی هستیم. باشاک هم به قدر این گردنبند زیبا رو دوست داره که یه لحظه هم از گردنش جدا نمی‌کنه. از اون طرف باشاک هم همیشه کیوانچ رو سورپرایز کرده، اما هدیه تولد 35 سالگیش یه چیز دیگه بود. هم گرون قیمت بود و هم خاص و کلی توی رسانه ها سر و صدا کرد. از اونجایی که کیوانچ عاشق هنره، باشاک از یه گالری هنری توی لندن 4 تا تابلوی نقاشی به ارزش 25,000 پوند انگلیس یا 210,000 لیر خرید و به عشقش هدیه داد. اما دیگه امسال کیوانچ با هدیه دادن یه ویلای لوکس 7 اتاقی 12 میلیون لیری توی بودروم به باشاک لامصب یه تنه همه مرزای یه کادوی ایدئال رو جابجا کرد. اگه همینطوری پیش بره فکر کنم 10 سال دیگه باید یه کشور برای هم بخرن. شماره 2 بوراک اوزچیویت و فخریه افجن. اینا هم دست کمی از کیوانچ و باشاک ندارن و کلن انگار توی دادن هدایای گرون قیمت به هم مسابقه گذاشتن. یکی از اون هدایای گرون قیمت ساعتیه که بوراک به عنوان هدیه تولد به فخریه داده و توی عکسای اینستاگرام فخریه و کاران کوچولو این ساعت کلی برای همه جلب توجه کرد. قیمت این ساعت چیزی حدود 300,000 لیره. البته این اولین بار نیست که فخریه اینطور هدیه‌ای میگیره. سال 2016 هم بوراک که میدونه فخریه عاشق زیورالات و جواهراته، به مناسبت تولدش به اون یه ست از برند گوچی شامل ساعت، انگشتر، دستبند، گوشواره و گردنبند به ارزش 12,000 یورو هدیه داد. اما همه اینا یه طرف، چیپ هایلوکس مرسدس 1 میلیون لیری که به مناسبت خبر پسردار شدنشون به فخریه هدیه داد یه طرف. البته همیشه که یه هدیه با گرون قیمت بودنش مورد توجه نیست. بعضی وقتا ارزش معنوی یه هدیه خیلی خیلی بیشتر از ارزش مادی اونه. میگید نه؟ از بوراک اوزچیویت بپرسید که امسال اولین هدیه روز پدر رو از پسرش کاران گرفت. این عضو کوچولو و جدید خانواده به پدرش یه نقاشی هدیه داد و بوراک هم با اشتراک گذاشتن عکس اون نقاشی به عنوان زیباترین هدیه دنیا همه رو توی شادی خودش سهیم کرد. من که نمیدونم با گرفتن کادوهایی به این گرونی آدم چه حسی پیدا میکنه، اما خدای خودم با یه شاخه گل نرگس هم خیلی خوشحال میشم. این نقاشی هم که نمیشه روش قیمت گذاشت. شماره 3 کران بورسین. البته که همیشه یه زوج با زدن یه ستاره به اسم همدیگر رو خوشحال نمی کنن. یه وقتایی هم یکی انقدر محبوبه که هواداراش براش از این کارای رمانتیک میکنن. پدر بزرگ کران بورسین سال 2015 توی سن 83 سالگی فوت کرده و سال 2019 هوادارای کرم دوست داشتنی تصمیم گرفتن نام اونو برای همیشه توی آسمون زنده نگه دارن. پس دست به کار شدن و به نام پدر بزرگ این بازیگر ستاره‌ای خریدن و گواهی خرید اونو به کرم هدیه دادن. کرم با گرفتن این هدیه خاص به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و احساساتی شد.
هدایای کرم بورسی مثل خودش خاص و رمانتیکن. سال 2017 کرم و سرنای، این زوج دوست داشتنی، همزمان با تولد 26 سالگی سرنای در حال گذروندن تعطیلاتشون توی قایق تفریحی در بودروم بودن که کرم با هدیه بی‌نظیر خودش سرنای رو سورپرایز کرد. به نظرتون چه هدیه‌ای اینقدر میتونه خاص باشه که سرنای با دیدنش فریاد بزنه و اشک شوق بریزه؟ بله، کرم به اون دیدن مادرش رو هدیه داد و مادر سرنای رو پنهونی از استانبول به بودروم و قایق تفریحیشون برد تا یه هدیه فراموش نشدنی رو به سرنای بده. مگه داریم از این پسر رمانتیک تر؟ وقتی خودم رو جای سرنای میذارم میبینم واقعا هیچی از این هدیه بهتر نبود. شماره 4، مسعود اوزیل و امینه گولشه. حالا خانواده تاتیتوق و اوسچیویتس رو بذاریم کنار تا از مسعود اوزیل بگم براتون که رو دست بوراک و کیوانچ بلند شده. امینه گولشه بازیگر و مدل معروف ترکیه که سال 2019 با بازیکن فوتبال مسعود اوزیل ازدواج کرد، همیشه با کادوهای گرون قیمتی که گرفته تیتر داغی واسه رسانه ها بوده. امینه برای تولد 24 سالگیش از مسعود اوزیل یه دست گل هدیه گرفت. اما نه که فکر کنید یه دست گل معمولی ها، یه دست گل با 1000 تا شاخه گل قرمز. اما این تازه شروع ماجرا بود، چون برای پیشنهاد ازدواج به اون یه حلقه تکنگین 200,000 لیری هدیه داد. اگه فکر کردین که این گرونترین هدیه برای امینه بوده، سخت در اشتباهید. چون به عنوان هدیه زایمان و در آغوش گرفتن دخترشون سند اماراتی رو که در لندن دارن توش زندگی میکنن و ارزشش 82 میلیون لیره به نام همسرش کرد. میگن دست بالای دست بسیاره، همینه. شماره 5، توبا بویکوستون و امید اویرگن. هدیه دادن یه حیوان خونگی مثل سگ میتونه یه حرکت خیلی باحال و یه هدیه فراموش نشدنی باشه. توبا به مناسبت ولنتاین سال 2019 از امید اویرگن یه سگ خوشگل هدیه گرفت. اونم نه یه سگ معمولی، یه سگ 18,000 لیره‌ای از نژاد مورکی. نظر شخصیم اینه که حیوان جاش تو طبیعت و زندونی کردنش توی خونه یه جورایی ظلمه بهش. مثل این میمونه که ماها رو به اجبار توی یه زندون شیک و لوکس با کلی غذای خوشمزه زندونی کنن. شما نظرتون چیه؟ شماره 6، جاندان ارچوتین و هاکان کاراهان. حالا همه کادوهام که نباید طلا و جواهر و خونه و ماشین و سگ و گربه باشه. اصلا شاید یکی دلش بخواد به عشقش بز هدیه بده. بله، جاندان ارچوتین خواننده معروف ترک توی یه حرکت عجیب و غریب و جالب امسال به مناسبت تولد 60 سالگی هاکان کاراهان بازیگر ترک به اون 2 تا بز هدیه داده و هاکانم با دیدن اونا واقعا خوشحال شده. خب مگه چیه؟ هرچی نباشه هاکان و جاندان 26 سال با همن. حتما میدونه که هاکان بز خیلی دوست داره. شماره 7، برنسات و کنان دوغلو. یکی از اون هدایای خاص و ویژه‌ای که کمتر کسی تا حالا اونو گرفته، هدیه تولدیه که برنسات سال 2012 به مناسبت تولد عشقش کنان دوغلو به اون داد و اون چیزی نبود جز یه ستاره. بله، برن دوست داشتنی یه ستاره رو توی آسمون برای کنان خرید و اونو با اسم کنان دوغلو ثبت کرد و چی رمانتیک‌تر و عاشقانه تر از این؟ حالا من که ستاره هدیه نمیخوام، اما اگه یه تلسکوپ هدیه بگیرم میتونم بگم بال در میارم. فکر نکنم وقتی که برنسات داشت یه عروسک رو از دوست عکاسش آیکوت کمرت هدیه میگرفت فکرشو میکرد که یه روزی با دیدن این عروسک بغضش بگیره.
حالا با فوت دوست صمیمی و رفیق 10 سالش در اثر سرطان، این عروسک براش نه تنها یه هدیه که تبدیل به یه یادگاری خاص و با ارزش شده. شماره 8. طولگاهان سایشمان و آلمدا آبازی. انگار هدیه دادن ماشینای خفن و گرون قیمت بازیگرا به همسراشون یه قضیه واگیر داره، چون طولگاهان سایشمان هم که برای بار دوم داره پدر میشه، به همین مناسبت سر کیسه رو شل کرد و به همسرش آلمدا آبازی یه مدل جیپ رنج روور باحال و لوکس 1.5 میلیون لیری هدیه داده. اگه بچه ی آدمای معروف باشی، از همون بدو تولد کادوی گرون قیمت که سمتت سرازیر میشه. پسر طولگاهان و آلمدا هم از این قضیه مستثنا نیستن. اما کادوی تولد اون هم گرونه، هم باحال و یکم عجیب و غریب. جونم براتون بگه که 2 تا از دوستای آلمدا یه پستونک طلای 5000 لیری که افهام سایشمان روی اون هک شده به این آقا کوچولو هدیه دادن. آخه 5000 لیر واسه یه پستونک؟ بعد مثلا وقتی 50 سالش شد میخواد اینو چیکار کنه؟ شماره 9. پلین کاراهان. پلین کاراهان هم از اون دست از بازیگرایه که با گرفتن هدایای گرون قیمت از همسرش برای به دنیا آوردن هر 2 فرزندش یه مدت نقل مجالس شده بود. همسر اون به عنوان هدیه تولد بچه اولشون به پلین یه جیپ داد و برای تولد دومین بچه اون جیپ قبلیه بود، اونو با یه جیپ باحال 700,000 لیری با یه پلاک مخصوص برای پلین عوض کرد. شماره 10. ادایجه. امسال که ادایجه اعلام کرده بود برای تولد 30 سالگیش هدیه خاصی نمیخواد و از هواداراش خواسته بود به جای هدیه از کمپینی که برای کمک به بیمارای سرطانی به راه انداخته بود حمایت کنن، با سورپرایز دوستای جونجونی شوالسام و نسرین جوادزاده روبرو شد. اونا بیخبر با بادکنک‌های رنگارنگ به دیدن ادا که توی تعطیلات بود رفتن و اونو احساساتی و هیجان زده کردن. مگه داریم از دوستای خوب و با وفا هدیه با ارزش‌تر؟ شماره 11. سینم کوبال و کنان امیرزالی اغلو. سینم کوبال همسر بازیگر محبوب ترک کنان امیرزالی که گفته بود من و کنان برای هم هدایای گرون قیمت نمیخریم و بیشتر سعی میکنیم مطابق سلیقه همدیگر رو با هدایای معنوی خوشحال کنیم، امسال به مناسبت 4مین سالگرد ازدواجشون و خبر بارداریش با یه هدیه معنوی از طرف کنان سورپرایز شد. بله دوستان، این هدیه معنوی که 150,000 لیر آب خورده بود یه ساعت مچی از یه برند معروفه، ولی واقعیتش نفهمیدم کجاش معنویه. البته باید بگم که کنان سال 2016 به سینم به عنوان هدیه ازدواج یه ست گردنبند 480,000 لیری داده بود. اما اینا همه هدایای معنوی کنان نیست، چون اون به تازگی به مناسبت تولد دخترشون لالین یه ویلای لوکس هم به قیمت 3 میلیون لیر توی بودروم به همسرش هدیه داده. البته نباید در حق کنان بی‌انصافی کرد، چون اون هیچ وقت نیازمندا رو فراموش نمی‌کنه و تا جایی که میتونه کمک‌های مالیش رو از اونا دریغ نمی‌کنه. تا باشه از این هدیه معنوی‌های گرون و خفن. شماره 12. موراد یلدیریم و ایمان آلبانی. موراد ویلا هدیه میداد وقتی ویلا هدیه دادن مد نبود. بله، خبر هدیه‌ای که این بازیگر پرطرفدار سال 2018 به همسرش ایمان آلبانی داد توی رسانه‌ها عین یه بمب صدا کرد و اون چیزی نبود جز یه ویلای لوکس 16 میلیون لیری توی بیکوز، یکی از بهترین و دلپذیرترین مناطق استانبول. البته موراد معتقده که ایمانه برای اون بهترین هدیه و معجزه زندگیش بوده. شماره 13. هازال کایا و بوراک دنیز.
سال 2018 هازالکایا با هدیه بامزه‌ای که برای تولد بوراک دنیز فرستاد کلی اونو خوشحال و سورپرایز کرد. هازال یه تاژه گل بزرگ با یه نوشته خنده‌دار برای اون فرستاد، جوری که هر کی اونو میدید کلی به اون متن میخندید. خب کدوم یکی از این هدیه ها رو بیشتر دوست داشتین؟ کدومشون بیشتر از همه شما رو متعجب کرد؟ اصلا به نظر شما ارزش یه کادو رو قیمت اونه که تعیین میکنه یا چیزای دیگه؟ نظراتتون رو برای ما بنویسین و کانال لنز رو توی یوتیوب دنبال کنین. راستی لایک فراموش نشه.